الو سلام دوستان، خوش اومدین به کانال دویچ آکادمی. امروز قراره که با هم دیگه فصل 8 رو شروع بکنیم. خب این فصل بیشتر در مورد حالا خونه و چجوری خونه پیدا کردن هستش و اینکه حالا هر خونه ای چه ویژگیهایی داره و به چه صورتی هستش. خب تیترش گفته که سیما کوشه und باد، میگه که اتاق، آشپزخونه و حمام. خب طبق روال همیشه اول میریم سراغ گرامر این فصل و بعد از اون دوباره برمیگردیم و تمرینای فصل رو انجام میدیم. خب این فصل یک گرامر فوق‌العاده مهمی داره که قبلا یه سری توضیحات در موردش دادم، ولی حالا نکات تکمیلی و کل گرامر رو قراره که امروز با هم دیگه کار بکنیم. خب بریم یه فایلی من براتون آماده کردم، بر اساس اون پیش ببریم. ببینین گرامر این بخش در مورد افعال مودال هستش، مودال وربل. ما قبلا یه سری توضیحات در مورد افعال مودال براتون گفته بودم. خب ما 7 تا فعل مودال داریم که اگر این فعل ها توی جملمون بیاد میتونیم یه فعل دیگه هم علاوه بر این فعل داشته باشیم. خب این فعل اول که مودال ها هستن اینا صرف میشن و فعل دومون به صورت اینفینیتیو میره آخر جملمون. خب به چه صورت هستش؟ حالا اول از همه میایم هر کدوم از این فعلا رو بررسی میکنیم، معنی هاشون رو میبینیم و صرف هر کدومشون رو میبینیم و بعد از اون میریم چند تا مثال حل میکنیم. ببینین ما 7 تا فعل مودال داریم: کنن، موسن، دورفن، زولن، وولن، موگن und مشتن. اوکی؟ فقط یه استثنایی وجود داره. این 2 تا فعل یه فعل هستن، ولی گاهی اوقات بعضی میان به عنوان 2 تا فعل مجزا حسابشون میکنن، ولی بعضی از اساتید این 2 تا فعل رو به صورت 2 تا فعل مجزای مودال محسوب میکنن. به چه معنیه؟ ببینین فعل موشتن رو شما اگر توی ورتابوک سرچ بکنین جزء از افعال موگن میاره. خب یه بخشی از کنیوتیو سوای موگن هستش. هر دوتاشون به معنی دوست داشتنن. خب به یه معنا هستن، ولی حالا جایگاه استفادهشون گاهی اوقات متفاوته. خب وولن به معنی خواستن هستش، موگن و موشتن رو گفتیم به معنی دوست داشتن هستش. زولن به معنی باید، دورفن به معنی اجازه داشتن، موسن به معنی باید دوباره، کنن به معنی توانستن. حالا بریم صرفاشون رو ببینیم. ببینین یادتونه قبلا براتون گفتم که افعال مودال ضمیر اول و ضمیر سومشون به یک صورت صرف میشه. خب مثلا برای فعل کنن که به معنی توانستن هستش میشه ich kann, du kannst, er oder es oder sie kann, wir können, ihr könnt, sie oder sie können. اوکی؟ برای موسن ما داریم که ich muss, du musst, er oder es oder sie muss, wir müssen, ihr müsst, sie oder sie müssen. برای دورفن داریم که ich darf, du darfst, er oder es oder sie darf. ضمیر اول و سوم شخص به یه صورت اومده. wir dürfen, ihr dürft, sie oder sie dürfen. برای زولن داریم که ich soll, du sollst, er oder es oder sie soll, wir sollen, ihr sollt, sie oder sie sollen. اوکی؟ خب بریم قسمت بعدی. برای وولن داریم که ich will, du willst, er oder es oder sie will, wir wollen, ihr wollt, sie oder sie wollen. برای موگن داریم ich mag, du magst, er oder es oder sie mag, wir mögen, ihr mögt, sie oder sie mögen. اوکی. برای موشتن داریم که ich möchte,
Du möchtest, oder es oder sie möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie oder sie möchten. خب فرق بین فعل موگن و مشتن چی هستش؟ ببینین ما شرایطی که استفاده میکنیم از هر دوتاشون خیلی شبیه همه، ولی حالا یه تفاوت‌های خیلی ریزی داره. مثلا معنی و مفهومی که برای مشتن میتونیم استفاده بکنیم به معنی‌های مثلا خواستن، آرزو داشتن و نیاز، احساس نیاز کردنه. خب مثلا میتونیم بگیم که ich möchte noch ein Stück Kuchen essen. من هنوز نیاز دارم که یک تیکه کیک دیگه بخورم. یا مثلا توی درسای قبلی اگه یادتون باشه داشتیم که möchtest du einen Kaffee؟ آیا تو میخوای که یه قهوه بخوری؟ oder einen Kaffee trinken؟ آیا دوست داری که möchtest du einen Kaffee trinken؟ آیا تو دوست داری که یک قهوه بنوشی؟ میخوای یه قهوه بنوشی؟ خب برای موگن ما به معنی دوست داشتن، مایل بودن یا دل خواستن، اصلا دل خواستن میتونیم مفهوماشو استفاده بکنیم. مثلا میگیم که ich mag keinen Reis، من برنج دوست ندارم. خب یا مثلا میتونیم بگیم که was magst du، چی دوست داری؟ چی دلت میخواد؟ اوکی؟ خب اینم از این قسمت. و گفتم براتون قسمت اول که میاد فعل مدال میاد. اولین فعل، دو تا فعل، وقتی فعل مدال رو استفاده میکنیم دو تا فعل داریم توی جمله، یه فعل مدال و یه فعل دومی که داریم ازش استفاده میکنیم. فعل مدالمون باید صرف بشه، فعل دوم به صورت اینفینیتیو میره آخر جمله. خب بریم یه چند تا مثال با هم دیگه حل بکنیم. مثلا Ich muss viel zu viel Deutsch lernen. من باید خیلی زیاد آلمانی یاد بگیرم. اوکی؟ Sie dürfen hier nicht parken. شما اجازه ندارین اینجا پارک کنین. Wir mögen jeden Tag Sport machen. ما دوست داریم که هر روز ورزش انجام بدیم. Sport machen. فعلی که برای sport استفاده میشه machen. اوکی؟ Sie müssen im Iran immer Hijab übernehmen. شما باید در ایران حجاب رو حالا تحمل کنین یا استفاده کنین. حالا اوکی. Ich möchte nach Deutschland auswandern. من دوست دارم که به آلمان مهاجرت بکنم. بریم قسمت بعدی. Du sollst heute Abend diese Medikamente nehmen. تو باید امشب این داروها رو بگیری. خب یا استفاده بکنی. Ich will diese Jahr nach Deutschland auswandern. من دوست دارم که امسال به آلمان مهاجرت بکنم. Ich kann Deutsch sprechen. من میتونم آلمانی صحبت بکنم. اوکی؟ خب پس دیدیم که چقدر راحته این فعلش. فقط تنها چیزی که نیازه اینه که شما صرف کردن این افعال رو یاد بگیریم با مفهوم معنیاشونو. خب برای جلسه آینده تمرینتون از این قسمت این باشه که 10 تا جمله با هر کدوم از این فعلا بنویسین. با هر کدوم از این فعلا 10 تا جمله بنویسین و اگر جایشو سوال داشتین برام بفرستین تا سوالاتون رو جواب بدم. خب گرامر بعدی که توی این درس اومده گرامر فرگانگنهایت هستش. خب ما 2 تا حالت برای بیان کردن جملات در حالت گذشته داریم. این حالت جمله پرفکت و پرتیتوم. اوکی؟ خب از این 2 تا حالت فرگانگنهایت یا حالت گذشته ما حالت پرتیتوم رو قبلا یه مقدار خیلی کم در موردش توضیح دادیم. همون 2 تا فعل
زاین و هابن که گذشتهشون گفتیم میشه واقعن و هتن. خب این حالت پرتیتوم دوستان دقیقاً مثل حالت گذشته ساده توی فارسی هستش. خب و کاری هستش که توی گذشته انجام شده، تموم شده و دیگه تا حال و زمان حال دیگه هیچ چیزی ازش نمونده، تموم شده و رفته. خب ببینین این حالت جمله شما باید صورت فعل رو کامل تغییرش بدین و افعالش رو باید حفظش کنین. خب و صرف این فعلا رو من براتون آوردم. برای زاین که گفته میشه واقعن، حالا صرف واقعن میشه چی؟ میشه ایشوار، دو وارست، اودایس اودازی وار، مثل افعال مداله. شخص اول و شخص سومش مثل همه. خب ویا واقعن، ایا وقت، زی اودازی واقعن. برای هابن که گفتیم گذشتهش میشه هتن، میشه ایش هته، دو هتست، اودایس اودازی هتت، هته، ویا هتن، ایا هتت، زی اودازی هتن. اوکی؟ بریم قسمت بعدی. یه چند تا مثال براتون آوردم برای این حالت، فقط همین دوتا فعل که صورت پرتیتوم استفاده میشن. میشه چی؟ مثلا Ich war in Berlin. من توی برلین بودم. Ich war glücklich. من خوششانس بودم. Ich hatte keine Zeit. من زمان نداشتم. گذشته. Wir machten jeden Samstag eine Wanderung. ما machten پرتیتوم ماخن هستش. خب که گفتم باید فعلاشون رو حفظ بکنین به این صورته. معمولاً 90% فعل پرتیتوم به این صورت هستن که این قسمت آخرشون یه ت اضافه میشه. اونایی که با قاعده هستن، خب رگل مسیش میگیم. خب فعل هایی که با قاعده هستن آخرشون یه ت اضافه میشه، میشه ماختن. خب یا مثلا اینجا شپیلتن. خب حالا فوقن بی قاعده است، گذشته فاقنه. خب این قسمت میگه که wir machten jeden Samstag eine Wanderung. میگه که من هر شنبه به پیاده روی میرم. و قسمت بعدی گفته sie spielten Tennis und dann fuhren sie in die Stadt. میگه که اونا بازی میکردن تنیس و بعدش رانندگی کردن توی شهر. اوکی؟ خب اینم از این قسمت. خیلی هم راحت و چیز مشکلی هم نداشت. اوکی؟ لیست فعلاشو، حالا اون فعلایی که باید حفظ بکنید و توی درس بهتون نشون میدم. ولی خب درس به درس خودتون که پیش میرین، به نظر من اگر یه دفتر داشته باشین و فعلایی که یاد میگیرین حالت گذشتهشونو، پرتیتومشونو و پرفکتشونو بنویسین، خب خیلی براتون راحت تره حفظ کردنش. از این درس به بعد، حالا این درس رو آخر کتاب توی قسمت گرامر چند تا از فعلا رو براتون آورده. ولی خب از درس‌های بعد خودتون شروع بکنین نوشتن و حفظ کردن، خیلی براتون راحت تر. اوکی، بریم ببینیم پرفکت چیه. ببینین پرفکت یه حالتیه که ما داریم که هابن یا زاین پلوس پارتیسیپ سوال. پارتیسیپ سوال یه حالتی از فعله. خب یه حالت مثل پی انگلیسیه. یادتونه یه حالت فعل کمکی که نمیشه گفت. این هابن و زاینمون حالت فعل کمکی داره، ولی خب این حالت پی تو تقریبا شبیه پی حالت انگلیسی تو زبان انگلیسیه. خب حالا ببینیم فرق هابن با زاین چیه. ما زمانی که فعل هابن استفاده میکنیم، فعل پارتیسیپ سوایمون حالت غیر حرکتی داره. مثلا چی؟ مثلا آنگقوفن یا فعل قوفن، خب تماس گرفتن،
تماس گرفتن غیر حرکتیه دیگه، بدن هیچ حرکت خاصی نداره دیگه. یا مثلا وارتن فعل منتظر موندن. خب یا کلینگلن یا مثلا فعل کلینگلن که پارتیسیپ سوهای شده کلینگلت به معنی زنگ زدن هستش. خب اینا فعلایی هستن که حرکت بدنی صورت نمیگیره. استثنا داره و بعضی از استثناء رو باید حفظ بکنیم، ولی معمولا با فعل هابن وقتی بخوایم حالت گذشته استفاده بکنیم، هابن زمانی میاد که فعل بعدیمون که به صورت پارتیسیپ سوای میاد غیر حرکتیه. خب مثلا ارهات آن گقوفن، او تماس گرفته است. خب یه کاری کلا پرفکت که توی گذشته انجام شده و اثرش تا حال ادامه داشته. خب پس ارهات angerufen به معنی او تماس گرفته است. mein Handy hat nicht geklingelt، یعنی گوشی من زنگ نخورد. اوکی، ich habe eine halbe Stunde gewartet. من نیم ساعت منتظر موندم یا صبر کردم. اوکی، خب پس حالت پرفکت زمانی که فعل کمکیمون هابن باشه فهمیدیم به چه صورته، ولی زمانی که زاین یا زاین صرفش چی میشه؟ میگفتیم ich bin, du bist, oder es oder sie ist, wir sind, ihr seid, sie oder sie sind. پس این افعال که مصدرشون زاین هست و زمانی استفاده میکنیم که فعل دوممون به صورت پارتیسیپ سوای هستش رو به صورت حرکتی باشه، یعنی مثلا یه جوری باشه که آدم وقتی توی اون فعل نقشی داره یه حرکتی توش داره انجام میده. مثل چی؟ مثلا فعل گین رفتن، خب میشه چی؟ گگانگن، پارتیسیپ سوایش میشه گگانگن. اوکی، پس افعالی که حرکتی هستن ما باید با زاین استفاده بکنیم. بریم قسمت بعدی چند تا مثال با هم دیگه حل بکنیم. مثلا اینجا گفته که ich bin das Radio angemacht، من رادیو رو روشن کردم. ich bin zur Bäckerei gegangen، من به سمت نانوایی یا به نانوایی رفتم. gegangen angemacht. اوکی، وقتی فعلمون تقنبا باشه یا فعل جدا شدنی باشه اون قسمت جدا شدنیش میاد اولش و به صورت پارتیسیپ سوای میاد. اوکی، بریم قسمت بعدی. گفته که ich bin 7:30 nach Hause gekommen، من ساعت 7:30 ساعت 7:30 به خانه رسیدم. اوکی، خب این از این قسمت. گرامرمون فقط همین دو قسمت بود، همین دوتا مبحث بود. این برگردیم سر کتاب چند تا تمرینم اونجا حل بکنیم. این قسمت اول مودال ها رو ورده، گفته مودال وربن ولن اون کونه. اوکی، این قسمت کتاب فعلا فقط ولن و کونه رو براتون ورده. چی گفته؟ گفته که ich will eine Wohnung mieten، من میخوام که یک خونه رو اجاره کنم. میتن به معنی اجاره کردن، ویل به معنی مصدرش چی بود؟ ولن بود دیگه، درسته؟ به معنی خواستن. قسمت بعدی گفته wir können die Wohnung morgen ansehen، میگه که ما میتونیم خونه رو صبح ببینیم. wann könnt ihr einsehen، شما کی میتونید به خونه جدید برید یا نقل مکان کنید. اوکی، einsehen به معنی نقل مکان کردن، نفوذ کردن، وارد جایی شدن یا حتی به خانه جدید آمدن هم هست، ولی خب اینجا مفهومی که بهتر هستش اینه که کی میتونید نقل مکان کنید. اوکی، اینجا صرف کنیوگاسیونن به معنی صرف کردن،
کنیوگاسیون به معنی صرف کردن هستش که صرف 2 تا فعل کنن و ولن رو آورده. خب یه بار از روش بخونم. Ich kann, du kannst, er oder es oder sie kann, wir können, ihr könnt, sie oder sie können. برای ولن داریم ich will, du willst, er oder es oder sie will, wir wollen, ihr wollt, sie oder sie wollen. Okay, aber die nächste. خب برای این قسمت ببینیم به خاطر اینکه فصلای قبلی حالت پرترتوم آورده بود، این قسمت فقط اومده فعل پرفکت رو، حالت پرفکت رو توضیح داده که به چه صورت هستش. برای هابن آورده. هابن گفتیم معمولاً و بیشتر اوقات برای افعالی استفاده میشه که غیر حرکتی هستن. خب مثل چی؟ Ich habe die Kartons gepackt. من کارتون ها رو بسته بندی کردم. وقتی که لوسیا hat den Mietvertrag verstanden، میگه که لوسیا قرارداد اجاره خونه رو متوجه شد. اوکی. خب قسمت بعدی اومده پرفکت رو گفته با هابن استفاده میکنیم که چند تا قانون براش آورده. گفته که das Perfekt bildet man so haben plus Partizip zwei von Verben. میگه که حالت پرفکت ساخته میشه به این صورت که haben plus به اضافه Partizip zwei verb یه حالتی از فعل هستش که باید حفظش کنیم. مثلا چی؟ Er hat die Zeitung gekauft. اون روزنامه خرید. aber nicht gelesen. اما مطالعه نکرد. اوکی. برای قسمت بعدی گفته das Partizip zwei steht immer am Satzende. میگه که حالت پارتیسیپ سوایمون همیشه قرار میگیره آخر جمله‌مون. مثلا اینجا اومده اینجا رو پررنگ کرد. همون مثاله ولی پررنگ ترش کرد. گفته که این پارتیسیپ سوای ist die Verbendung t oder en. میگه که توی حالت پارتیسیپ سوایمون آخر فعلمون یا ت وجود داره یا ان. خب مثل کجا؟ دوباره اومده همون مثالو نشون داده. ببینین گفته که وقتی ما پارتیسیپ سوای ساخته میشه خب یه ت یا آخرش میاد یا ان میاد. Das Partizip zwei fängt meistens mit g an. میگه که حالت پارتیسیپ سوایمون معمولا اغلب شروع میشه با یه گ. اوکی؟ مثل چی؟ مثلا اینجا ببینید gekauft, gelesen. اوکی؟ خب این قسمت بعدی گفته که arbeiten اومده چند تا مثال آورده و حالتهای پارتیسیپ سوایش رو آورده. گفته arbeiten وقتی برگرده به حالت پارتیسیپ سوایمون با فعل هات میاد، فعل کمکی هات میاد و gearbeitet میشه. arbeiten, gearbeitet. essen, gegessen. haben, gehabt. این یه نکته داره. حالا براتون توضیحش میدم. lesen, hat gelesen. خب گذشته لزن میشه gelesen. lernen, gelernt. machen, gemacht. schlafen به معنی خوابیدن geschlafen. trinken, getrunken. getrunken نوشیدن. اوکی؟ خب بقیه‌اش هم که داشتیم. قسمت بعدی گفته lesen, ich lese, liest, ich habe gelesen, ich habe die Anzeige gelesen. من آگهی رو خواندم. اوکی. گفته که تیپ verben immer mit perfect lernen. میگه که همیشه فعل ها رو با حالت پرفکتشون یاد بگیرین. خب ببینین دوستان 2 تا نکته هست. یکی اول این که ببینین توی زبان روزمره، خب توی زبان حالا بین مردم عامیانه وقتی بخوان صحبت بکنن بیشتر حالت پرفکت استفاده میشه. خب بیشتر حالت پرفکت به نسبت پرتیتوم بیشتر استفادهش. خب ولی ما زمانی که بخوایم haben رو استفاده بکنیم گفتیم hat gehabt. خب
برای فعل haben پقتیتومش استفاده میشه. مثلا به جای این که بگه ich hat keine Zeit gehabt حالت پقتیتومشه. اجازه بدین من اینو بنویسم. خب ببینین اینجا رو، حالا این اشتباه تایپیه. Ich habe keine Zeit gehabt. اوکی، این حالتش چیه؟ این حالت پرفکته و زیرش گفته ich hatte keine Zeit. این پقتیتومشه. توی زبان روزمره حالت پقتیتوم hatten بیشتر استفاده میشه. خب hatten کلا بیشتر استفاده میشه تا hat gehabt. اوکی، حالت این چی میشه؟ پرفکتمونه. پس برای این فعل حواسمون باشه. و معمولا برای پقتیتوم فعلیه که توی نوشتن استفاده میشه و حالا برای داستانهای قدیمی، نوشته‌های قدیمی، اوکی، بیشتر کاربردش برای اوناست. ولی خب برای بعضی از فعل ها مثل همین haben یا hatten استفاده پقتیتوم رو داریم. پس اگر دیدیم توی زبان روزمرهشون باید حواسمون رو جمع بکنیم. اوکی. قسمت بعدی Aussprache تلفظ ها هستش که حالا نوع نوشتنشون و نوع بیانشون رو توی فصل بیشتر تمرین میکنیم. فایل صوتیشون رو بررسی میکنیم و تکرار میکنیم. تا همینجا باشه درسمون. لطفاً برای جلسه آینده برای افعال حالت پرفکتشون 10 تا جمله بنویسیم. برای پقتیتوم هم 10 تا جمله بنویسیم و با هر کدوم از افعال مودال هم 10 تا جمله بنویسین. اگر جایشو مشکل داشتین یا برای تصحیح جایشو مشکل داشتین، مطمئن نبودین جملتون صحیحه یا نه، میتونین برای من توی کامنت ها بفرستین، من براتون چک میکنم. خب در آخر مثل همیشه 3 تا درخواست ازتون دارم. اگر که از این فیلم آموزشی لذت بردین لطفا لایک کنین، سابسکرایب اگر نکردین سابسکرایب کنین و اگر از این فیلم نکته آموزشی جدیدی یاد گرفتین لطفا برای 2 نفر از دوستانتون ارسال کنین. خیلی متشکرم. امیدوارم روز فوق العاده خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.